نکو همین آزمونی که اعلام کرده هدفش چی مثلا هدفش اصلا آزمون بولد است که کارخانه ما در اروپا اعضای اساسیه اروپایی اکسلری است و هر سال در تمام دنیا در هر یک دولت که اعضای اروپایی اساسیه هستند همونجا چی میشه المپیاد میشه المپیاد برای جوانان میشه و جوانان تمام دنیا امریکا تمام دولت بخش دنیا در همینجا جوانان را اشتراکشون تامین میکنن به خاطر آنکه همین زنبورپرورا اویسوس پیر شده شدن و این جوانان جوی همین زنبورپرورایی که پیر شدن میگیرن و محصولات زنبور اصل در آینده یکی از محصولاتی که برای توبتی استفاده میشود. با خاطر اون من اعلام کردم که اصلا تاجیکستان 93% کورسور است و در همون مردم تاجیکستان بسیارتر در کورسون زندگی میکنن و بسیارتر در همون المپیاد دیگه دولت‌ها میدیم دختران اشتراک میکنن دختران 12 تا 16 ساله المپیاد هم اجازه هست از 12 تا 16 سال اشتراک کردن است. منطقه نه که اون بچه‌ها شدن کار مشغول نیستن فقط خودشون. این بیشتر برای همون کودکان شده است یعنی کودکانی که در اویلای زنبورپرور هستن. نه دیگران هم گفتن در وقتی ما اعلام دادیم اکثریت که مراجعت کردن اویلای هستن که میخوان که فرزندانشون به این کار مشغول شوند. این یک کاری هست که اگر فرزند به این کار مشغول شود میگه که از فاز زنبورپرور چی محصولاتی بیشتر میکنه. ولی ما شیر زنبور مثلا شما برید مغازین پوسته شیر زنبور اجماع تو گرانبها خیلی میخرید مثلا ولی اون که در خیتو ایاگ ویل زنبور 4 کیلو شیر زنبور میگیرن اصلا کمش. اگر کودکان یاد بگیرن همین شیر زنبور گرفتن یاد بگیرن مثلا در دیگر شهید گرفتن یاد بگیرن یک چور مبلغی هست کودک صاحب مبلغ شد از دیگر چیز میمونه.